درود بیننده گرامی، تا 15 دقیقه آینده در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی با همکارانم از دوشنبه و پراگ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 6 آگوست است و در اول سرخط خبرها. دالان نقلیاتی نو که تاجیکستان و ایران را از طریق افغانستان به هم می‌پیوندد بحث‌هایی را به وجود آورده است. مقامات اوکراین میگویند سربازان روسیه با شکار مردم غیر نظامی با پهپاد و جنایت جنگی دست میزنند. همسرم فریاد کرد که گریزم، ولی کجا گریزم؟ همه دشت است. تا پناهگاه از بمب ها مسافت طولانی بود. یک زاده چچنستان در یک کوچه مسکو نماز خواند و جزا گرفت. رمضان قادیروف نیز صدای بلند نکرد. چرا؟ شروع میکنیم از تاجیکستان. انتظار می رود نمایندگان تاجیکستان و ایران و طالبان در افغانستان آخر ماه اکتبر در کابل جمع بیایند و اجرای یک سند درباره دالان نقلیاتی را بررسی کنند که تاجیکستان و ایران را به هم میپیوندد. سند مهم ایول امضا شد و امکان میدهد که ماشین های بارکش تاجیکستان به ممانعت از افغانستان بگذرند و به ایران بروند و یا از آنجا مال بیارند. این یادداشت بحث های را درباره باز شدن دالان در این زمان حساس مناقشه امریکا و ایران به میان آورده است و گزارش همکاران ما الشیر ظریفی و برات یوسفی از دوشنبه در همین باره است. تاجیکستان، ایران و افغانستان در آستانه آزمایش یک دالان اکمالاتی و تجارتی قرار دارند که سازشنامه آن 16 ایول در شهر مشهد ایران به امضا رسید. انتظار می رود اولین کاروان تا پایان ماه اوگوست از این دالان گذرد. تأسیس این مسیر در حال اتفاق می افتد که ایالات متحده راههای صادراتی ایران را محدود کرده است و احتمال درگیری های نو بر سر تنگه هرمز در حال افزایش است. در مشهد امضا شدن قرارداد سه‌جانبه اشاره به آن است که جمهوری اسلامی تشبثکار و منفعت‌دار باز شدن این دالان است. سیاستشناس طرفدار حکومت تاجیکستان سیف‌الله سفروف میگوید این تصمیم پیامدهای کلان ژئوپلیتیکی ندارد. اگر از نقطه نظر اقتصادی گیریم، از نقطه نظر سیاسی گیریم، این بسیار کار خوبی است و این نقشه چندین وقت باز بود. لیکن متاسفانه رقابت کشورها بسیار سخت است در اینجا. قرقیزستان و ازبکستان، ترکمنستان توانستند که با واسطه آسیای مرکزی یک راه از چین به طرف ایران کشایند و با همین این راه پیش کشادنش بستند. لیکن در آینده این بسیار مهم است که همین راه باشد. لیکن این از اهمیت بسیار جدی ژئوپلیتیکی ندارد، چون که ایران یک دولت بسیار کلان است و از این دالان خیلی کم استفاده میبرد. این فقط برای افغانستان و برای تاجیکستان کمی کمک میکند. با گفته این کارشناس اجرای این طرح بیش از همه به جانب افغانستان بستگی دارد. اقتصاددان حاجی محمد عمرов میگوید در حال باز شدنش دالان نو با صادرات محصولات نفتی از ایران به تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. حالا بیش از 90% این محصولات از روسیه آورده می شود، اما بر اثر ضربه های اوکراین کارکرد نفت در روسیه به پایین ترین حد افتاده به درجه سال 2005 برابر شده است. با این همه روسیه همیشه تلاش کرده است بازار نفتی خود را در کشورهای آسیای مرکزی از دست ندهد. به نظر عمرов حالا وضع تغییر یافته است. حادثه‌های برانسکی شده نشان دادند که وضع با مواد نفتی تامین نمودن روسیه بسیار مرکب است و با این مسئله روسیه اگر از نظر منفعت‌های خوبی دولتش نگاه کند، اون به خلاصانش ممکن است که در حالتهای بحرانی خودش رو نمیتواند تامین کرد و بزرگ جمهوری اسلامی مرکزی از جمله تاجیکستان خودش رو هم از طرف روسیه قزاقستان هم از طرف ایران با نفت و محصولات تامین کردن گیرند. اما جزئیات تأسیس دالان نو معلوم نیست. وزارت نقلیات تاجیکستان تا لحظه تهیه گزارش به نامه رادیوی آزادی پاسخ نداد. در حال حاضر ترانزیت مال و کالا میان تاجیکستان و ایران اساساً به واسطه ترکمنستان و قفقاز جنوبی صورت میگیرد. تاجیکستان و ایران در 3 ماه اول امسال به مبلغ 119.6 میلیون دلار داد و گرفت کردند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 8% بیشتر بوده است.
ماموران میلیسیت در شهر دوشنبه میگویند 2 مرد را بازداشت کردند که بر اساس قانون عفو آزاد شدند، لیکن باز دست به جنایت زدند. در بیانیه رسمی ریاست امور داخلی شهر دوشنبه از روز 5 آگوست آمده است دلشاد رحمت الله و شاکر اسام‌الدینوف بعد از 3 روز رهایی از زندان به یک خانه ساکن دوشنبه در آمده پول و دیگر اشیاء قیمت‌بهای صاحبخانه ها را ربودند. نظر بازداشت شدگان به اتهام معلوم نیست. ریاست کارهای داخلی دوشنبه با اتهام دزدی پرونده جنایی باز کرده است. ماده 244 کدکس جنایی تاجیکستان برای چنین جنایت جریمه و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. قانون نوی عفو در تاجیکستان که 16 ایون امسال امضا شد نسبت به 18,000 نفر از جمله زندانیان و آنهایی که پروندهشان در حال بررسی است تطبیق می شود. طبق آمار رسمی تا آخر ماه ایول بر اساس آن بیشتر از 8,000 زندانی آزاد شدند. سر می‌زنیم به اوکراین که جنگ روسیه در آنجا ادامه دارد. در اوکراین یک تاجری که به آباد روسی برای محو او روانه شد و تعقیبش کرد با خبرنگاران صحبت داشت و جزئیات حادثه را نقل کرده است. یوری که یک تاجر عادی است میگوید اگرچه در بیرون جنگ و خطرناک است ولی باید برای زنده ماندن پول به دست بیارد و برای همین بیرون می رود و تجارتش را بس نکرده است. او گفته است بار اول نیست که به سرش چنین بلایی را میآورند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این باره همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم می کند. این نوار شکار انسان از طرف پهپاد نیروهای روسیه است که 4 آگوست همگی چند لحظه پس از حمله توسط اداره حربی ولایت خرسان اوکراین به خبرگزاری‌های بین المللی داده شده است. اوکراین اصرار می‌ورزد که حمله به تاجر 52 ساله میوه در شهر جنوبی خرسان جنایت حربی میباشد. به قول مقامات اوکراین مدیر پهپاد دیده و دانسته فرد غیر نظامی را هدف شکار قرار داده است. همسرم فرار کرد. پهپاد به طرف من روی آورد. ما در راست ماشین بودیم. من به اون نشان دادم که ببین در اینجا یگان چیزی حربی نیست. خبرگزاری ریترز مکان حمله را به واسطه ماهواره و نوارهای بایگانی تصحیح کرده است. جسم و جثه تاجر هم به مرد در نوار ظاهر شده همخوانی دارد. به گفته مقامات یوری از این حمله با وجود جراحات جان به سلامت برده است. در نوار از شفاخانه دیده می شود که پشت و پایهای این تاجر زخمهای جدی دارند. در صحبت با حکومتداران محلی یوری گفته است که جای گریز نداشت. پهپاد در تار سرم چرخ میزد. من از یک سو فرار کرده و از سوی دیگر به اون نشان میدادم که اینجا چیزی نیست. همسرم فریاد کرد که گریزم ولی کجا گریزم؟ همه دشت است. تا پناهگاه از بمب ها مسافت طولانی بود. البته این دهشت بود. ریترز درباره زمان حمله و سنه مصاحبه با یوری معلومات دقیق نداشته است. در همین حال یوری میگوید او حاصل دهقانی خود و بعضی همسایه‌ها را با فروش میبرارد و این بار اول نیست که او از طرف نیروهای روسیه هدف تعقیب و حمله قرار میگیرد. این عملا حمله دوم است. بار اول من عازم خانه خوشتامنم بودم. در این باره پلیس هم پروتکل ترتیب داده است. اون زمان بام ماشینم زیان دید. ما توانستیم از آتش پنهان شویم. پلیس هم را ثبت کرده است. اون وقت ماشین را تعمیر کردیم. حاضر دیگر وسیله نداریم. ما باید برای روزگذرانی محصولاتمان را فروشیم. وزیر کار خارجه اوکراین اندری سبیها اظهار نمود که این حمله بخشی از حمله‌های خودسرانه حربیان روسیه می باشد که باید از طرف جامعه جهانی محکوم گردد. تا حال وزارت مدافع روسیه به درخواست شرح این حادثه پاسخ نداده است. سر از آغاز هجوم روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه سال 2022 هم روسیه و هم اوکراین بارها با حمله به هدف‌های ملکی متهم شدند ولی هر دو جانب این اعلام را رد می‌کنند. بانک اروپایی تجدید و رشد برای نو کردن انشاءات انرژتیکی در شهر کولوب و کم کردن تلفات نیروی برق به تاجیکستان 10 میلیون یورو قرض می‌دهد. سازشنامه مذکور روز 5 آگوست در شهر دوشنبه امضا شده است. در بیانیه وزارت مالیه تاجیکستان آمده است که این پول برای ترمیم شبکه‌های برقی، نظام معاصری به حسابگیری و بیلینگ، اینچنین نصب و وصل حسابکنک‌های هوشمند صرف خواهد شد. بانک اروپایی تجدید و رشد هم گفته است که هدف اساسی طرح خانه کردن احتیاجات تاجیکستان با نوسازی زیرساختارهای کهنه شده است. تلفات برق از موضوعهای نگران کننده در بخش انرژتیکی تاجیکستان گفته می شود.
و در روسیه در یک سال اخیر جزا دادن مهاجران و اقلیت‌های ملی برای ادای نماز در کوچه و صحبت درباره ارزش‌های دینی در مکان‌های عمومی زیادتر شده است. از جمله 2 جوان تاجیک را هم برای این کار جریمه‌های کلانی بستند و از روسیه بیرون کردند. همکاران ما در رادیو آزادی گزارش را در همین باره آماده کردند و قبل از برنامه درباره این موضوع صحبت داشتم با همکارم کیومرث سیاتا و از تازه‌ترین موارد این جزا و تنبیه‌ها و نظرها درباره آن در روسیه پرسیدم. بله طاهر، در شهر مسکو یک راننده تاکسی و زاده چچنستان را برای نماز گذاشتن در نزد بینای اداره بازرسی دولتی اتومبیلی جریمه بستند. نمازگذاری او را کسی در ویدیو گرفته است و پس از چند هفته راننده را بر اساس ماده تبلیغات غیرقانونی دینی جریمه تعیین کردند. خبری پرونده مذکور ماه ایول کانال اتنوپریستوپنوست، یک کانال مهاجرستیز و ملتگرا در روسیه نشر کرد. در آن گفته میشد که راننده به سبب پیدا نکردن جای مناسب برای نماز در میانه راه ایستاده است و در نزد یکی از شعبه‌های اداره بازرسی دولتی اتومبیلی جای نماز را روی زمین پهن کرده و نماز خوانده است. یک راهگذار او را به ویدیو گرفته به مرکز مبارزه با اکستریمیسم یا افراطگرایی شکایت کرده است. بعد 2 هفته این راننده را که احمد نام داشته است بازداشت کرده و به دادستانی آوردند. او در آنجا گفته است که به سبب نبودن جای مخصوص نمازخوانی در نزدیکی مجبور شد که در کوچه عبادت کند. پرونده احمد را به دادگاه فرستادند و دادگاه امر داده است که او 5000 روبل جریمه پردازد. صرف نظر از آن که حادثه در شبکه‌های اجتماعی غوغا و هیاهو برانگیخت، مقامات چچنستان آن را شرح ندادند. پیشتر رهبر این جمهوری رمضان قادیروف که خود را حامی مسلمانان و چهره اساسی جهان اسلام در روسیه می‌داند صدا بلند می‌کرد، ولی این دفعه خاموش بود. سیاستشناس قفقازی روسلان ایسین سکوت مقامات چچنستان را تعجب آور نامیده گفته است از بس که قادیروف خود را پشتیبان اسلام می‌شمارد وقتی آن رسیده است که به این حادثه توجه و از هموطنی خود حمایت کند. اما حالا می‌بینیم که در چنین حالت‌ها قادیروف و اطرافیان او خاموشی را افضل می‌دانند. و سوال دیگر از همکارم کیومرث سیاتا درباره پرونده‌های دیگری پر سر و صدای جزا با اتهام ترغیب غیرقانونی دین بود و هم اینکه آیا نمایندگان مذهب‌های دیگر در روسیه نیز چنین جزاهایی گرفتند. طاهر، تنها در سال 2025 در حوزه فدرالی قفقاز شمالی در روسیه ماموران پلیس 22 پرونده درباره به اصطلاح ترغیب غیرقانونی دینی باز کردند. مثلا دادگاه شهر تویاپس سمرالدین سالیوف و جلیل سعیدزاده را که 2 شهروند تاجیکستان هستند برای صحبت درباره دین اسلام گناهکار دانست و هر دو را 30000 روبل جریمه بست. همچنین امر داد که از روسیه رانده شوند هر دوی آنها. در ولایت کراسنودار دادگاه شهروند ازبکستان الهامبک بولتایف را 30000 روبل جریمه بست، زیرا او در میدان ساختمان جای عبادت تشکیل کرده است که کارگران آنجا نماز می‌گذاشتند و درباره اسلام صحبت می‌کردند. رهبر تشکیلات مسلمانان اخلاص در شهر تاگانروگ مگامد کبیدوف نیز 5000 روبل جریمه شد، چون به گفته دادگاه او در خانه‌اش غیر قانونی به دیگران اساسهای اسلام را درس داده است. در تیر ماه سال 2024 در ناحیه اورون جمهوری کبردین و بلخر یک باره 5 نفر را با اتهام ترغیبات غیرقانونی دینی به جوابگری کشیدند. در بین آنها امام دهه چگم احمد کردنوف و یک آموزگار زبان عربی هم هست. سیاستشناس روسلان ایسین در صحبت با رادیو آزادی گفت که در روسیه برای مسلمانان در اجرای فریضه های دینی محدودیت های زیاد گذاشته شدند، اما برای جامعه مسیحی امکانات های وسیع فراهم میکنند. مثلا کلیسا میسازند و به مکتب ها روحانیان مسیحی را دعوت میکنند. به گفته این سیاستشناس این کارها هیچ کس را به دهشت نمیارد و برعکس گویا وطن دوستی به حساب می رود. این زمان او اشاره میکند که در مسکو همگی 4 مسجد عمل میکند و بنابراین سوال به میان میاد که مسلمانان که باید در یک روز 5 وقت نماز گذارند آن را در کجا ادا کنند. همکارم کیومرث سیاتا بود که درباره تبعیض و زیر پا کردن حق اقلیت‌های مذهبی در روسیه صحبت میکرد و با این صحبت و پایان اخبار آزادی رسیدیم. ولی اگر میل دیدن ویدیوهای بیشتر، خواندن خبر و گزارش‌های دیگر را دارید، پس لطفاً سر بزنید به وبسایت azadi.org و یا صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و کانال‌های رادیو آزادی در تلگرام، یوتیوب و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند، با ما نویسید. تحقیق میکنیم، اگر درست بود حتما نشر می شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر و روز و روزگار برای همه شما خوش.